بچه من تو این ویدیوی کوتاه سریع و مفصل کوتاه بگم بهتون میخوام چیکار کنم. خب بریم سراغش. من اولین کاری که میخوام کنم این چنل گیمه که دارم ویدیو میذارم. چنل گیم یعنی چنل بازی هست. اگه چنل جی تی ای میخوای زدم بزن امیر اچ زد جی تی ای. اگه صورت سی جی میاد با بنگراند سفید و اونایی که ماینکرافت بازن بروشون اینه چنل میزدم راحت باشن، یعنی چنل ماینکرافت هم براشون میزنم برای هر کی ماینکرافت بازه. حالا اونایی که عین من ماشین بازن میان چنل گیم و اونایی که جی تی ای بازن عین من بازن بیان تو چنل چی؟ جی تی ای که ساب کنی از ویدیوش با خبر بشین دیگه. زنگوله رو حتما بزن روی همه آل که از همه ویدیو با خبر بشین، همه ویدیوها که من میذارم. بعد تو این ویدیو کوتاه به اینا پردازشتیم. ولی یه چیزی هم بگم در مورد جی تی ای. من اگه جی تی ای بذارم فقط برای دستگرمی و اینا سر رسون میذارم. من اگه جی تی ای بذارم کامپیوترم درست میکنم یا یه لپتاپ میگیرم جی تی ای میذارم. حتی ماینکرافت هم میذارم تو چنل ماینکرافت. پارت 2 هم هست که باهاتون حرف بزنم. خدا نگهدار.